در این درس یک سوال از لوگاریتم کار کنیم. سوالی 440 است. حساب کنیم دیگه لوگاریتم 256 به 64. یعنی اول به خاطر بیاریم لوگاریتم کلش چی بود. لوگاریتم این برعکسی درجه است. اگر حرف رو استفاده برم مثلا یگان عدد در درجه x برابر y باشد بگذار. این رو من به لوگاریتم میگردونم. این قاعده است باید دانید. چه به قاعده لوگاریتم این عدد به اینجا میباید برابرش کمتر بالای یعنی درجه a نیست، یعنی جایگیرشوی عدد بود در اینجا و برابر x. در لوگاریتم فقط با درجه ها مشغول میشویم. یعنی به من درجه مهم است. برای همین لوگاریتم ها رو اختراع کردم گیم. اکنون نگاه کنیم اینا چه استفاده میبریم. این قاعده یعنی لوگاریتم است از به درجه گردوندن. بیاین این سوال رو برابر x کنیم و با اینو کار کردن شما میتونید قاعده لوگاریتم هست لیکن اصلا روی آسان به درجه گردوندن. اگر من رو به درجه گردونم چی میشود؟ از روی قاعده من برعکس رفته میتونم. اگر لوگاریتم خیلی شد به درجه گردم 256 در درجه x برابر 64. و اینجا من البته که دیده میتونم اینها درجه دو هستند. برای همین برای امتحان برای آسان شدن خودتون درجه دو رو ایجاد کنید. دو درجه دو درجه سه تا دو درجه 10 رو ایجاد کردن کار شما رو آسان تر میگردم. در سوال کار کنید. این 256 این چی است؟ دو در درجه 8 در درجه x 64 باشد 2 درجه 6. و این رو چه کار میکنیم؟ این اگر درجه به خاطر بیاریم 8x میشود. این 2 درجه 6. اگر این عدد ها برابر باشند درجه هایشان باید برابر، اساس ها اگر برابر باشند درجه های باید برابر باشند. این برابر میشد و x از اینجا و چی برابر میشد؟ 6 تقسیم 8. اگر این رو اختصار کنیم میبینیم در جواب نیست. اگر این رو اختصار کنیم 3 تقسیم 4 و جواب ما 3 میشود.